جنبش طالبان میگوید فرمان پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در مورد رهایی 1,500 طالب محبوس از زندانهای این کشور مخالف سازشی است که طالبان با امریکا امضا کرده و طبق آن میبایست راه برای مذاکرات صلح باز میشد. روز 10 مارس اشرف غنی در فرمان امضا گذاشت که بر پایه آن در دوام 15 روز آینده و همزمان با مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان 1,500 طالب از زندانهای حکومتی رها خواهند شد. هدف از رهایی طالبان محبوس ایجاد اعتماد میان حکومت رو به غرب افغانستان و جنبش طالبان است که بیش از 18 سال این جانب با هم جنگ دارند. اگر مذاکرات صلح با موفقیت پیش رود، حکومت عهدهدار شده است که هر 2 هفته باز 500 طالب محبوس را آزاد می کند. همین طریق 5,000 طالب محبوس به تدریج رها خواهند شد. اما سخنگوی طالبان در قطر سهیل شاهین میگوید طبق سازش با واشنگتن که ماه گذشته امضا شد 5,000 طالب محبوس باید پیش از آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان آزاد کرده شوند.